خب سلام، من یزدان هستم و خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو میخوایم یکی از ایده های نیکولا تسلا رو با هم دیگه درستش کنیم، یعنی برج تسلا. اول اصلا میخوام توضیحاتی درباره عملکردش بهتون بدم. برج تسلا یه دونه سیمپیچ اولیه داره در حد 5 دور و یکی ثانویه داره در حد 4-5 هزار دور. عملکردش اینجوریه که ما یک ترانزیستور رو در حالت سویچزنی قرار میدیم که بیاد امیتر رو به کلکتورش متصل کنه. سیمپیچ کوچیکمون به ترانزیستورمون وصله و ترانزیستورمون توی این برج کوچیکی که میخوایم بسازیم 1 تا 2 مگاهرتز فرکانسشه و توی این فرکانس بالایی که جریان داره از سیمپیچمون رد میشه میدانی داره شکل میگیره. حالا حساب کنیم ما یک سیمپیچ داریم اولیه 5 دور و ثانویه 5000 دور. نسبت رو ببینین، اولیه کم و ثانویه زیاد. یعنی ما یک افزاینده داریم و اگر نسبتش هم همینی که میگم 5 به 5000 دور باشه، 5 ولت بدیم 5000 ولت دریافت میکنیم و در واقع یک افزاینده داریم با ولتاژ زیاد و جریان پایین. حالا اگر مهتابی و لامپ‌های فلورسنتی رو نزدیکش کنیم روشن میشن. چرا؟ بریم درستش کنیم، آخر ویدیو دلیلش رو بهتون میگم. یه دونه سیمپیچ میخوایم با ضخامت 7 تا 1 میلیمتر، یه سیمپیچ دیگه با ضخامت 1 تا 2 میلیمتر و یک لوله پلاستیکی به قطر 2 و ارتفاع 10 سانتی متر، یه دونه ترانزیستور 13209 و یک دونه هیت سینک، جک آداپتور، کلید راکت، LED و یک مقاومت 3.3 کیلو. و بریم سراغ ساختش. پایه مثبت LED مون به پایه امیتر ترانزیستور و پایه منفی LED مون به پایه بیس ترانزیستور لین می‌کنیم. خب الان ترانزیستورمون رو روی تختمون میچسبونیم. الان سیمپیچ ثانویه‌مون رو به تختمون میچسبونیم. الان این سیمو یکم میخراشیم و به پایه بیس ترانزیستورمون وصلش می‌کنیم. حالا سیمپیچ اولیه‌مون رو داخل برجمون قرار میدیم و یکی از پایه‌هاشو به پایه مقاومت وصل می‌کنیم. یه سیم برمی‌داریم و اون یکی پایه سیمپیچ اولیه‌مون رو به پایه کلکتور ترانزیستورمون متصل می‌کنیم. خب الانم جک آداپتور و کلیدمو به تختم میچسبونم. الانم ورودی مثبت تغذیه‌مو به یکی از پایه‌های کلید وصل می‌کنم. یه سیم برمی‌دارم و ورودی منفیمو به پایه امیتر ترانزیستور وصل می‌کنم. یه سیم دیگه برمی‌دارم و اون یکی پایه کلیدمو به مقاومتم وصل می‌کنم. خب مدارمون تمام شد و بریم برای تست. سیم تغذیه رو وصل میکنم و کلیدش رو میزنم. لامپ نزدیک میکنم. میبینید که نه سحر نه جادو و به جایی هم وصل نیست. خب قرار بود بگم چرا وقتی لامپ ها و مهتابی فلورسنتی رو نزدیک برج تسلامون میکنیم روشن میشن. اول اصلا باید ببینیم داخل این لامپ ها چیه، چطور کار میکنن. داخل این لامپ ها یه های ولتاژ داریم که ولتاژ خیلی زیادی تولید میکنه و این ولتاژ وصل میشه به دو سر لامپ و مهتابیمون. یه گازی داخل این لامپ ها وجود داره که وقتی توی این ولتاژ قرار میگیره یونیزه میشه و داخل اون گاز به شکل نورانی در میاد و ما این برج تسلا که ساختیم همین های ولتاژ رو تولید کردیم و این ولتاژ رو از بیرون داریم اعمال میکنیم و اون گاز رو یونیزه میکنیم و از خودش نور تولید میکنه. این بود از عملکرد برج تسلا و دلیلی که باعث میشه لامپ ها روشن بشه. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.